نفر داشته یه معشوقه‌ای رو، یه دختر حالا زیبارویی رو وصل می‌کرده، اون طرف انقدر خوشگل و قشنگ این معشوقه رو وصل می‌کرده، معزون ندیده عاشق میشه که همونجا شروع میکنه به شعر نوشتن. ندیدم این چنین کردم، چو میدیدم چه میکردم، بهار ار باده در ساغر نمیکردم چه میکردم، ز ساغر گر دماغی تر نمیکردم چه میکردم. خلاصه معزون میره پیدا میکنه اون معشوقه رو و اسمش هم مهتاب بوده. میره اونجا، متاسفانه مهتاب زیاد تعبیرش نمیگیره، ولی مهتاب خیلی فراتر از اون تعریف زیبای اون دوستش بوده. خلاصه عشق یه طرفه باعث میشه که معزون در بستر بیماری بیفته، تب و لرز بگیره. این شاعر ما قشقایی‌ها و هرچه طبیب و سرحد و گرمیسی بوده میارن که معزون را معالجه کنه. هیچ کس نمیدونسته درد معزون چیه. یه طبیب عارف مسلکی بوده، این میاد میگه که این مشکل جسمی نداره، این اگه عاشقه، مگه مشکل روحی چیزی داره؟ میگن بله فلانیه میخواد، تعبیرش هم نمیگیره. میگن خب این کاری نداره، برید راضیش کنید بیاد معزون ایشون رو ببینه حالش خوب میشه. خلاصه مهتاب هم راضی نمیشده بیاد پیش معزون. میگن بابا جون یه آدم داره میمیره، حالا بالاخره چیزی نمیشه که بیا ببینه. مهتاب لحظه ای که از در وارد میشه و معزون تو اون حالت تب و لرز چشمش به مهتاب میفته، فری بداهه با همون حالت تب و لرز شروع میکنه به شعر خوندن در وصف مهتاب. ز عشقت ای مه تابان هزاران تاب و تب دارم، چه تب 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 که هر شب شب کشم ناله، بریزم از بصر سرسر سرشک خون چو جاجاله. نه بر جا می شود هستم، نه ممکن می رسد دستم، من شیدا چنان مستم که گر صد تیر کش 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 کشاکش برکشی از کین، در ابرو افکنی صد چین، چه چین 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 زنی اندر دل ریشم، ز بیدادت بیندیشم به دل این آرزو دارم، مرا گر شدی قسمت کنم سرسر به سیسینت به سوسات و ولی نی ولی نازی چه ساسازی خوش آوازی، به صد هی از این زلف و از این کاکل ز من برده تحمل مل. گلی ارکان ایمانم گلی لعل بدخشانم، سنین زلفین مسلسل از یارم بره گل من معزون شیدای بز